أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. قبل از شروع صحبت جا دارد از دستاندرکاران و دوستانی که زحمت اطلاع رسانی و هماهنگی این کلاس ها را دارم تشکر کنم. در قسمت موضوعی که اعلام شده با چیزی که قرار بوده مورد بحث قرار بگیره یا مورد بحث قرار گرفته جلسه قبل و این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت، یک تفاوت ظریف و کوچیکی هست که باید اصلاح بشه. ظاهرا موضوعی که اعلام شده اهمیت آموزش و یادگیری بوده و چیزی که قرار شده مورد بحث بشه و داره بحث میشه هدف از آموزش و یادگیری چیست؟ میدونیم که این دو با هم یک تفاوت ظریف دارن. اهمیت آموزش و یادگیری و هدف از آموزش و یادگیری چیست؟ در مورد اهمیت چیزی وقتی صحبت می شود که مخاطبان یا حضار اطلاع کافی در مورد آن نداشته باشند یا به اهمیت آن چیز پی نبرده باشند، اما ظاهرا جامعه ما چنین نیست، یا حداقل کمتر نیاز داره که در مورد اهمیت آموزش و یادگیری صحبت بشه. هم ارقام و آمار این را تایید میکنه و هم اینکه مردم ما همواره دنبال دانش علم اندوزی هستند خود نشان از این است که به اهمیت علم دانش واقفند و پی برده‌اند. جامعه‌ای که دهها
دانش آموخته در حوزه دینی و دهها دانش آموخته در جامعه حالا دولتی یا علوم اصلی داره. جامعه ای که دهها حافظ قرآن داره دیگه این چنین جامعه نیاز ندارن یا کمتر نیاز دارن که در مورد اهمیت علم دانش براشون صحبت بشه. چون گفتم این آمار و ارقام، این کمیت بالا، تعداد بالا در زمینه علم‌اندوزی، این تعداد دانش آموختگان در علوم مختلف خوددال بر این است. پس ما جامعه ما بیشتر نیاز به این داره که ما در مورد هدف یادگیری و آموزش صحبت بکنیم. از خودمون بپرسیم هدف از آموزش و یادگیری چیست؟ در این زمینه در جلسه قبل نکاتی عرض شد، مطالبی گفته شد. و گفتیم که از نیازهای مغز انسان یا خداوند مغز را به گونه‌ای خلقت کرده که نیاز به تذکر و یادآوری و تمرین مداوم دارد. مغز انسان برای اینکه سوخت کمتری مصرف کنه، برای اینکه انرژی کمتری از بدن بگیره و به خودش اختصاص بده،